نبری رسول اکرم فرزند اولی فاطمه و علی وقتی که در پیش فاطمه میشیش نبی دستور خوانده تا فاطمه مادرش از طعام سیر کردن دستاش تازه کردن امام حسن دست به دسترخوان دراز نمیکرد. برای چی؟ جوانای ما برای چی کنی پرسه برای چی؟ مگر سیر بودو. فاطمه پرسید که جانی من برای چی همراه من تو طعام نمیخوری دست به دسترخوان دراز نمیکنی؟ حضرت امام حسن گفتن مادر جان من میترسم که در این دسترخوان چشم شما با یگان میوه یا با یگان قند افریده باشد همون دلتان اشتیاق کند خوردن شد من نفهمیده دست دراز کنم و یگیرم در پیشگاه خدا آق شوم. حسن کی تربیه کرد؟ حسن در کدام مکتب 10 ساله خواند؟ در کدام باغچه تربیه یافته بود؟ در کدام یونیورسیته خوانده بود؟ و در مدرسه قرآن نشون مایا در مسجد ما تربیه یافت. آدابی ما بین آدابی جوانای ما که 10 سال مکتب میانه میخوانند 7 سال یونیورسیته میخوانند نسبت به پدر و مادر آداب اینا رو بین دست درات نمیکرد. به خاطر هم که مبادا مادر اشتیاق کنه و من نفهمیده او رو گیرم عاق شد. اما امروز بچه های ما خود دسترخوان چیزی خوب شه میخورد و بیچاره مادر همون نون چای خاک بخورم. جوانای خوب پروردگار همه تو عمر دراز کرد.